سلام، امروز آموزش ساخت دم والا داریم. اول میایم خط تقارنشون مثل همیشه میکشیم. دو طرف باله قرار تیز بشه، مثل دم روبا یه مثلث محدب طراحی میکنیم. از اینجا قرار برش ما شروع بشه، این هاشورا هم حذف میشه. برای اون طرفش هم همین کارو میکنیم. از اینجا محله که برش شروع میشه. تو مرحله اول دو طرف دم والو تیز میکنیم تا خط برشمون. حالا برای قسمت گردن دمش میایم یه منحنی طراحی میکنیم، دو طرفش رو قراره گود کنیم. اینجا دیگه استاپ لازم نداره، از دو طرف به سمت گودی کروش میکنیم و مهم اینه که حرکت چاقو انتهاش رو به بالا باشه. وقتی به اندازه‌ای که خط راهنما کشیدیم گود کردیم، بعد قسمت پایین دمو هی آروم آروم شیب میدیم تا اون لبه‌ای که ایجاد شده، اون لبه تیزی که ایجاد شده کامل گرفته بشه. حالا شروع میکنیم دور تا دور دم رو تیزیاشو میگیریم و سطح مقطعش رو گرد میکنیم. برای حفاظت از دستتون هم میتونید از دستکش ضد برش استفاده کنید، هم از این چسبایی که من دور انگشتم پیچیدم. اینا چسبای مال تتوه، توی وسایل، جایی که وسایل ناخن کاری دارن پیدا میشه. بهش بگید چسب ماحافظ، بهتون میدن. قیمتش هم زیر 50 تومنه. وقتی قسمت پایین دمش کارش تموم شد، میریم قسمت بالا. ما قراره این وسط دمش رو یکم گودتر کنیم که حالت منحنی و برجستگی قسمت های توپلش بیشتر دیده بشه و اینکه وقتی میخوایم لبش رو تیز کنیم برشش برامون راحت تر باشه. میایم یه هفتی دو طرف میزنیم و این ضخامت چوب این قسمت نازکتر میکنیم. وقتی از دو طرف به یه اندازه گود کردیم، میریم سراغ باربرداری قسمت اصلی دم. ما میخوایم از دو طرف این قسمت رو شیب بدیم که اون خط تقارن در واقع مثل یه خط و رأس کوه باشه، یه لبه تیز سر تا سر دم ادامه پیدا کنه. از دو طرف میایم شروع میکنیم اینو شیب میدیم. خط برش ما باید برسه به اون خط تقارن.